سلام، وقت همگی بخیر. خب میرسیم به بیماری هاری که یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسی هست. اما خب خبر خوب این هستش که بعد بهتون بگم این بیماری کاملا قابل پیشگیریه. بیماری هاری یک بیماری زئونوز هست. یعنی چی؟ یعنی بین انسان و حیوان مشترک هست و غیر قابل درمان در مراحل پیشرفته است. این ویروس از خانواده رابدوویریده و جنس لیزا ویروس هست که به صورت اختصاصی سیستم عصبی مرکزی یا CNS رو درگیر میکنه و پس از بروز علائم بالینی همیشه کشنده هست. انتقال این بیماری به این صورت هستش که ویروس معمولاً از طریق گاز گرفتن، خراش یا لیسیدن زخم باز توسط حیوان آلوده منتقل میشه. مهمترین مخازن این ویروس سگ‌ها، گربه‌ها، گرگ‌ها، روباها و خفاش‌ها و راکون‌ها هستند. ویروس در بزاق حیوان آلوده وجود داره و از طریق مخاط یا زخم باز وارد بدن میشه. پاتوژنز و مسیر حرکت ویروس به این صورت هست که از طریق گزش وارد بافت عضلانی میشه و در محل گاز گرفتگی تکثیر میشه. سپس از طریق اعصاب محیطی به ویژه اعصاب حرکتی به CNS یا سیستم عصبی مرکزی مهاجرت میکنه. پس از رسیدن به مغز ویروس به طور گسترده در هیپوکامپ، تالاموس، ساقه مغز و مخچه منتشر میشه و باعث التهاب مغزی شدید میشه. در مرحله آخر ویروس از طریق اعصاب محیطی به غدد بزاقی، قرنیه، پوست و سایر اندام ها میرسه. علائم بالینی در انسان و حیوانات به چه صورته؟ در انسان بیماری در 3 مرحله تظاهر پیدا میکنه. 1. مرحله پرودرمال که 2 تا 10 روز طول میکشه و شامل علائمی مثل تب، ضعف عمومی، بیقراری، سردرد، گزگز، درد و خارش در محل گزش، تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی هست. مرحله دوم مرحله حاد عصبی هست که 2 تا 7 روز طول میکشه و 2 تا فرم داره. یکی فرم هاری خشمگین و دومی فرم هاری فلجی. در فرم هاری خشمگین علائم به این صورت هست که شامل اضطراب شدید، توهم و تحریک پذیری هست. اسپاسم عضلانی در پاسخ به نور، صدا یا باد. در واقع هیدروفوبیا، ترس از آب و ایروفوبیا، ترس از جریان هوا وجود داره به دلیل اسپاسم عضلات حلق. افزایش بزاق و عدم توانایی بلع. در فرم هاری فلجی علائم به صورت ضعف عضلانی و فلجی اندامهای انتهایی هست و فقدان علائم تحریکی، فلج تنفسی و مرگ. مرحله سوم مرحله کما و مرگ هست که شامل درگیری شدید مغز و ساقه مغز هست، فلج پیشرونده و مرگ در عرض 2 تا 10 روز. علائم در حیوانات به این صورت هست که شامل 3 تا مرحله هست. مرحله اولیه، مرحله خشم و مرحله فلجی. در مرحله اولیه تغییرات رفتاری مثل ترس، تحریک پذیری و پرخاشگری مشاهده میشه. در مرحله خشم گاز گرفتن اشیا، ترشح بزاق و عدم کنترل عضلات بلع را میبینیم و در مرحله سوم که مرحله فلجی هست شامل فلج فک، زبان و اندامها و مرگ بر اثر نارسایی تنفسی هست. تشخیص بیماری به چه صورته؟ در حیوانات تشخیص قطعی پس از مرگ و از طریق رنگامیزی ایمونوفلورسنس یا DFA برای شناسایی آنتیژن ویروس در مغز حیوان آلوده انجام میشه. و تشخیص دوم به صورت مشاهده اجسام نگری در نورون‌های هیپوکامپ هست. در انسان تشخیص
تشخیص بیماری توسط PCR یا RT-PCR که برای شناسایی RNA ویروس در بزاق، مایع مغزی نخاعی یا CSF انجام میشه. همچنین آزمایشات سرولوژی مثل آزمایش الایزا برای تشخیص آنتیبادی های ویروس در سرم انجام میشه. هاری پس از بروز علائم 100% کشنده است و هیچ درمانی نداره، اما قابل پیشگیری هست. اگر فردی دچار گاز گرفتگی بشه فوراً باید با آب و صابون حداقل 15 دقیقه محل زخم رو بشوره. به مراکز واکسیناسیون هاری باید مراجعه بکنه و در روزهای 0، 3، 7، 14 و 28 تزریق واکسن هاری انجام بشه و همچنین تزریق سرم ایمونوگلوبولین هاری در اطراف زخم در مواردی که سر و گردن دچار گزش شده باشه. در صورت واکسیناسیون قبلی فقط 2 دوز واکسن در روزهای 0 و 3 لازم هست و نیاز به سرم ایمونوگلوبولین نیست. همونطوری که بهتون گفتم هاری بیماری مرگباری هست اما قابل پیشگیریه. چطوری؟ با واکسیناسیون سالانه سگ‌ها و گربه‌ها علیه هاری و همینطور جلوگیری از تماس حیوانات خانگی با حیوانات وحشی و گزارش حیواناتی که مشکوک به هاری هستند به مراکز مربوطه. پیشگیری تنها راه نجات در برابر هاری هست، پس واکسیناسیون حیوانات خانگیتون رو جدی بگیرین.